سلام به همه. تو این ویدیو قراره یکی از جذابترین و علمی‌ترین صحبت‌های دکتر اندرو هوبرمن را براتون خلاصه کنم. درباره اینکه دوپامین چطور روی انگیزه، تمرکز، موفقیت و احساس رضایت ما تاثیر میذاره و چطور میتونیم از این سیستم به نفع خودمون استفاده کنیم. اگر زیاد دچار بی‌انگیزگی، بی‌حوصلگی یا حتی اعتیاد به گوشی یا شبکه‌های اجتماعی میشی، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون چیزایی میشنوی که ممکنه طرز فکرت رو نسبت به لذت و پیشرفت عوض کنه. اما اول باید بدونیم دوپامین چیه. دوپامین یک نوع انتقال دهنده عصبیه که در مغز ترشح میشه، اما برخلاف تصور عموم دوپامین مربوط به لذت مستقیم نیست، بلکه بیشتر مربوط به انتظار برای لذته و انگیزه برای رسیدن به هدفه، چیزی که گاهی اون رو مسیر پاداش مینامند. وقتی یه کاری که مورد علاقت هست رو انجام میدی، مثلا بازی کردن، غذا خوردن، خرید کردن یا ورزش کردن، یا حتی فقط بهش فکر میکنی، دوپامین تو مغز ترشح میشه و باعث میشه بخوای ادامه بدی. اما دوپامین میتونه مثل شمشیر دو لبه باشه. اگر همیشه خودتو در معرض پاداشهای سریع و مکرر بذاری، مثل چک کردن اینستاگرام یا تماشای پشت سر همه ویدیوها، مغزت نسبت به دوپامین حساسیتش رو از دست میده. در نتیجه کارهای معمولی دیگه بهت لذت نمیده، انگیزت برای انجام کارهای سخت پایین میره و حتی ممکنه احساس افسردگی یا بی هدف بودن پیدا کنی. اما چطور از سیستم دوپامین درست استفاده کنیم؟ دکتر هوبرمن میگه اگر میخوای از دوپامین به نفع خودت استفاده کنی، باید 2 نکته مهم را رعایت کنی. نکته اول، وابسته نبودن به پاداش بیرونی. به جای اینکه بعد از هر بار تمرین، درس خوندن یا کار سخت بلافاصله به خودت جایزه بدی، سعی کن لذت رو از خود فرایند بگیری. مثلا به خودت بگی این که دارم مقاومت میکنم خودش یه پیروزیه. نکته دوم، پاداش دادن غیرقابل پیش بینی. به جای اینکه همیشه بعد از موفقیت به خودت جایزه بدی، بعضی وقتا جایزه بده، بعضی وقتا نه. این کار باعث میشه سیستم دوپامین فعال بمونه و بهش عادت نکنه. این دقیقا همون چیزیه که مغز باهاش سازگاره. بهش میگن پاداش تصادفی و توی بازی کامپیوتری و شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده میشه. اما 5 راهکار کاربردی هست که میتونی برای کنترل دوپامین انجام بدی. اول، قطع محرک‌های دائمی. گاهی وقتا باید خودتو از لذت‌های سریع مثل گوشی چک کردن، فیلم دیدن یا شیرینی خوردن دوری کنی تا مغزت دوباره به حالت طبیعی برگرده. بهش دوپامین دیتاکس میگن. دوم، ورزش منظم. ورزش نه تنها دوپامین آزاد میکنه، بلکه باعث میشه سیستم عصبیت قوی‌تر و متعادل‌تر بشه، مخصوصا ورزش صبحگاهی. سوم، خواب کافی. بیخوابی باعث کاهش حساسیت مغز به دوپامین میشه و خواب منظم شبانه از کلیدهای اصلی برای تعادل انگیزه و خلق خوبه. چهارم، هدف گذاری بلند مدت. وقتی برای هدف بزرگی کاری میکنی، دوپامین نه فقط بهت انگیزه میده، بلکه مغزت رو هم برای سختی کشیدن برنامه ریزی میکنه. پنجم، لذت بردن از سختی. شاید عجیب باشه، ولی مغز ما طوری ساخته شده که وقتی سختی میکشیم، با انتخاب خودمون، مثل ورزش کردن یا کار کردن روی اهدافمون، بیشتر دوپامین ترشح میکنه. پس در نتیجه الان ما میدونیم دوپامین یه ابزار قدرتمند تو مغز ماست که میتونه ما رو به سمت موفقیت یا نابودی ببره. اگر یاد بگیری چطور باهاش درست کار کنی، میتونی تمرکز، انگیزه و حتی لذت از زندگی رو چند برابر کنی. این علمیه که خیلی ها نمیدونن، ولی شما امروز با دیدن این ویدیو بهش آگاه شدی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، لایک کن و برام کامنت بذار.